خیلی گله دارم، خیلی. برای چی؟ ما یه کاری کردیم، اومدیم گفتیم که میلی هر کسی که بیاد تو ثبت نام کنه از 50 تا 100,000 تومان هدیه میده. بعد یه عده آدم اومدن شروع کردن فحش دادن و خفه و از این حرفا و بد و بیرا و اینا. واقعا نمیدونم کسی که میخواد یک کمکی به آدم کنه چرا اون آدم میاد با پا لگد میزنه. یعنی با دستم عسل کنی تو دهنشون بازم گاز میگیریم. حداقل هوای اون کسی که میخواد هواتون رو داشته باشه رو داشته باشید آقا. این خدایی خیلی زشته. الانم هیچی نمیخوام بگم، هر کسی دوست داشت لینکش تو بیو پیج هست بره ثبت نام کنه. هر کسی هم دوست نداشت الکی فوش و بد و بیرا اینا نگه.